ای را اصلا بالاترش قرآن فهم کنید. مادام که توی اون جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما به لرز وجود دارد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجنه. کار از کار گذشت، پینه کرده فساد، فشار رو کیه تو این اقتصاد کساد؟ از اختلاس سمت های وراثتی، هزینش با مردم و شما بی خسارتی. در گیر وامان یک کم درصدی، میشه بگین تو ایران چند درصدی؟ چند کاروان قرمز پاره کردین، به زندگی اشرافیتون عادت کردین. این انقلاب پا به رهنگان بود، ولی بر مسند قدرت از مستضعفین نیست اثری. واسه کلنگ افتتاحیه با کارتون حاضر میشه، از پینه دستای کارگر چیاریش میشه. صابخونه واسه اجاره جوابت کرده، میدونی شبای کارتون خوابا چقدر سرده. از کودک کار و درد پاش خبر دارین، حس حق به جانب نگی شما گنه‌کارین. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد، در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بود. ما ایرانی ها راهمون از فتنه جداست، رو دیوارای خونمون عکس شهداست. نه اصولگراییم نه شعار آزادی سر دادیم، ما به انقلاب پا به رهنگان رای دادیم. انقلابی که حامی اخشار توحیدسته، نه آقازاده ای که به صغیر و کبیر وصله. ما که وزیر زاده نیستیم قاچاق کنیم، یا با پول رانت و پارتی کار چاق کنیم. من جوونیم که تو 20 سالگی پیر شده، امیدش ناامید و موهاش سفید شده. فریاد نسل منو سیاسی نکنید، سلام به فتنه ندید، با افکار بازید. سید محمد خاتمی، صد تا خاتمی فدای اشکال این ملت، افتخار باکریه نه خاتمی بی غیرت. ما هیزم آتش فتنه نیستیم، هر کاری کنیم مقابل علی وای نمیستیم. هر کاری کنیم مقابل علی وای نمیستیم.